جلسه پیش واقعیتش اینه که ما راجع به مهریه صحبت کردیم، مطالبه مهریه. بعد یه سری موضوعات هست که اینا در واقع بحثش حقوقی نیست، بحث ها یه مقدار بیشتر مرتبط با بقیه رشته های علوم انسانیه، علوم اجتماعیه، علوم روانشناسیه، بعضی چیزا اصلا ربطی به بحث های حقوقی نداره. یه سوال برای من مطرحه، حالا بعد از اینکه خودتون معرفی کردین این سوال رو بتونین جواب بدین. یه آدم یا یک خانواده، بهتره بگم یه خانواده خوشبخت، یه خانواده شاد، خب آیا این به واسطه قوانین شکل میگیره یا اینکه نه اصلا هیچ قانونی نمیتونه خانواده شادی رو در واقع درست بکنه؟ حالا واسه شروع ببینیم تا ببینیم بحثمون خودم معرفی کنم. آره بفهم. من بنت الهدی آشنا هستم، کارشناسی ارشد مشاور خانواده، عضو سازمان نظام روانشناسی هستم. همین معرفیم در این حد بود. شروع کنم؟ آره خیلی هم عالی. ببینید تمام جهان هستی بر پایه واژه‌ای به نام روابط استوار شده. روابط هم ما چند نوع داریم: رابطه میان فردی، رابطه بین فردی، روابط اجتماعی، که اگر قرار باشه ما با دنیای اطرافمون، با خودمون، با دیگران به مشکل نخوریم، باید روابط سالمی رو داشته باشیم. تمام این روابط سالم برمیگرده به خانواده‌ای با روابط سالم. یعنی هر فردی باید توی خانواده‌ای زندگی کنه، بزرگ بشه که روابط سالمی با هم داشته باشن، از بچگی تا دوران طفولیت و نوجوانی الی جوانی و میانسالی. تعریف خانواده چیه؟ خانواده زن و مرد و بچه ها. اگه بچه نداشته باشن؟ زن و مرد. اگر در واقع یه زن و یه بچه باشه که همسرش فوت شده یا جدا شده، اون خب بحثش جداست. فوت و جدا بحثش جداست. یعنی اون خانواده نیست؟ چرا؟ خانواده است ولی خانواده کامل نیست دیگه. یعنی چی کامل نیست؟ یعنی خانواده خب کامل مسلما یه زن و مرد و بچه، پدر، چرا؟ مادر. میدونی سوالم چیه؟ مثلا فرض کنید یه زن و شوهری ازدواج کردن، 2 تا بچه دارن، خب درست. به هر دلیلی میخوان طلاق بگیرن و زندگیشون در واقع اونجوری که میخوان نبوده. میخوام ببینم این طلاق ارزشمنده یا اینکه نه بمونن و بزنن تو سر کله هم دیگه؟ بله، گاهی اوقات میگم روابط باید سالم باشه. اگه در جایی که این رابطه سالم نیست بین زن و مرد، مسلما یه بچه ناسالم یا با روابط ناسالم میخواد بار بیاد. بله. پس اینجا اون طلاق، واژه طلاق مطمئنا ارزشمنده. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که بیشتر سمت این طرفه. وقتی این طلاق یه طرفه از جانب مرد فقط ممکنه صورت بگیره، پس میتونه یه قانونی وضع شده باشه که در واقع اجازه نمیده دیگه، مرد اجازه نمیده، زن هم نمیتونه این کارو بکنه، میگه بمون و بسوز دیگه. ما یه بحث طلاق رو میگن مرد حق طلاق داره. بله. ولی از لحاظ قانونی خانوما هم در صورتی که تو اصل و حرج قرار بگیرن، شرایط خاص دیگه، شرایط خاصه، اصل و حرج هم اثباتش فکر میکنه به این نیازمند به ادله است و رابطه زناشویی هم اکثرا چون داخل منزله ادله وجود نداره، قابل اثبات نیست. یعنی ادلهش به اون صورت قابل اثبات نیست مگر خیلی دیگه نمایان باشه و شهود ببینن و ادله اثبات دعوا نسبت به اون موضوع وجود داشته باشه. بیشتر موضوع هم همین موضوع اهرم فشاری میشه از طرف آقایون برای اینکه مثلا خانم بیاد مهریه‌اش رو ببخشه در قبال اینکه آقا بیاد حق طلاق رو اجرا کنه و بیاد خانم رو طلاق بده. و این یه جورایی وجه المصالحه این کار داره قرار میگیره و یه جورایی تو اکثر دعاوی خانواده تش به این میرسه که خانم یه مقدار از مهریه‌اش رو میبخشه یا مهریه‌اش رو میبخشه در قبال اینکه مرد بیاد مثلا باهاش توافق کنه و نسبت به طلاق موافقت خودش رو اعلام کنه. و این میدونی این سوال من اینه که در واقع موضوع اینه که آیا قانون، وضع کردن یک قانون در خانواده، در حقوق خانواده، حالا راجع به زوجین، میتونه باعث مثلا کمتر شدن طلاق یا خانواده خوشبخت یا
جامعه خوشبخت بشه به تنهایی؟ ببینی این که قانون داشته باشه، من فکر میکنم تو بودن قانون نظم و دیگه ترتیب خاصی به میتونه بده، ولی الزاماً این نیست که هر جا قانون بیشتری داریم خوشبخت‌تر هستیم. و یه موقع افراد جامعه و فرهنگ افراد جامعه و اون اصولی که دارن شاید خودش اون رابطه‌ای که ایجاد میکنه شاید قشنگتر از اون قانون بخواد نمود پیدا کنه. پس شما خیلی موافقش نیستین. حالا برسیم به تعریف این که خانواده خوشبخت. البته خانواده رو فکر کنم یه ذره سرش بحث داریم، چون من میگم اون مردی که طلاق گرفته با بچه‌اش زندگی کنه میتونه خانواده باشه. نه، میگی کامل طلاق گرفتن بحثش جدا، چرا اون خانواده محسوب میشه. ولی من فکر کردم مثلا یه خانومی میرن الان حضانت یه بچه‌ای رو میگیرن. منظورم اون چی؟ اون اتفاقا اون خانواده میشه گفت خانواده، ولی خانواده کامل نمیشه. خب حالا تعریف خانواده کامل چیه؟ خانواده کامل خانواده‌ای که با یک سری قوانین و روابط سالم در کنار هم یک زن یا مرد، حالا یا بچه باشه یا نباشه، در کنار هم به راحتی در کمال آرامش بتونن زندگی کنن. پس زن و مرد شرط اساسیه. بله نواقص و نقاط قوت و ضعف همدیگر بتونن بپذیرن و آرامش کامل در کنار هم داشته باشن خانواده است. خب پس بذار یه ذره بحثمون محدود کنیم، راجع به زوجین صحبت کنیم تا خانواده خودش یه معنی شاید گسترده تری داره. خب اون چیزایی که باید بپذیرن و اون روابطی که میگید اونا چیه که باید در واقع به نحوی تنظیم بشه که این خانواده خوشبختی باشه؟ تازه منم میپذیرم که اگر در خانه شما حالت خوب باشه میتونی سر کار تو جامعه هم این رو در واقع این حال خوبه رو به بقیه بدی، ولی اونجا حالت بد باشه میای بیرون با اعصاب خورد. اون خانواده خوشحال چجوری شکل میگیره؟ ببینیم، برای اینکه یه خانواده سالم داشته باشیم اول باید روابطمون رو درست کنیم، روابط بین خودمون با خودمون، یه آگاهی، یه کانشسنسی داشته باشیم نسبت به خودمون، یه آگاهی داشته باشیم که بتونیم با خودمون کنار بیایم. این کنار اومدنه باید آموزش داده بشه. یعنی یه ذره اومد شخصی شد داستانه. اول باید پس برای اینکه زوجین خالشون باشه اول خودمون یه ارتباط سالم با خودمون برقرار کنیم، یه آگاهی داشته باشیم از دنیای اطرافمون، یه شناختی داشته باشیم و این روابط سالم باید آموزش داده بشه. از طفولیت باید داخل خانواده آموزش داده بشه. حالا گاهی اوقات بعضی از خانواده‌های ما متاسفانه داخل مدرسه آموزش غلط ما این آموزش‌ها رو به بچه‌ها نمیدن. این بچه‌ها وقتی بزرگتر میشن دچار مشکل میشن، یعنی حتی با خودشون هم نمیتونن ارتباط بگیرن، چه برسه به دیگران یا مثلا شخصی رو بخوان به عنوان یک فردی که در کنارش بخوان تکامل پیدا کنن و انتخاب کنن. اینجا باید برای داشتن خانواده سالم اون زوجین هوشمندانه عمل کنن و قبل از ازدواج، قبل از تشکیل اون خانواده، قبل از اینکه بخوان زیر یک سقف برن پیش مشاور برن، در واقع خانواده وقتی میخواد به وجود بیاد، متولد بشه، زوجین مثل جنین میمونن. وقتی یک انسان برای خودش کاری نکنه، متاسفانه برای نفر مقابلش هم، شخص مقابلش هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. پس برای اینکه تشخیص بدیم که این جنین سالم هست یا نه، این دستگاهی که میخواد سلامت جنین رو تشخیص بده اتاق مشاوره است. یعنی باید وارد اتاق مشاوره بشن پیش از ازدواج، قبل از اینکه یه خانواده رو بخوان تشکیل بدن. و اگر مشکلی هست، اگر چالشی هست، اگر بر سر موضوعات خاصی اختلاف هست، از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، از همه لحاظ، از لحاظ روانی، جسمی، روحی، تمام اینا رو مشاور میتونه بهشون کمک کنه و به یه آگاهی برسن تا بتونن یه زندگی سالم رو تشکیل بدن. این چیزی که شما میگید خیلی واسه خود من دغدغه بود. همیشه اطرافم هم این اتفاق خیلی افتاده که دوستانی از خود من ازدواج کردن و چقدر هزینه کردن برای اون ازدواجه، از اون مراسم، از خونه، از لوازم، از فلان، ولی چقدر زورشون میاد هزینه، حالا اصلا نه مالی ها،
هزینه زمانی، یعنی وقتشون رو بذارن که به جای این همه من برم این مثلا سالن رو ببینم، اون رو ببینم، این جزیره رو ببینم، وقت بذاره بره پیش 2 نفر مشاوره بگیره. خب و فکر میکنن که نه ما که خوبیم و همه چیز خوبه و اصلا چه نیازی به این موضوع هست و بعد چقدر آسیب میبینن از این نظر که این همه، حالا بار مالیش به کنار، بار روانیش به هر حال اون جداییه یک موضوع خیلی سختی همیشه. یه موقع میبینی اصلا شما بحث خودشون دیگه نیست، جدایی خودشون نیست، یه بچه‌ای هم که ناخواسته آوردنش و اون بچه با اراده اینا اومده تو این دنیا و زندگی اونم از بین میبرن، یعنی مسیر زندگیشو عوض میکنن. و یه موقعی الان از قدیم اصطلاحی رایجه که میگن خب حالا این زن و شوهر با هم خوب نیستن، بذار حالا بچه دار بشن، درست میشه. حالا یه بچه میاد میگه نه این بچه دوم بیا سرش بیشتر ادامه داشته باشه بگن این حالا اصلا به این فکر میکنن این توجیهیه برای خوشبخت بودن، در صورتی که من فکر میکنم این دایره اون ناخوشایندی زندگیشون دارن بیشتر میکنن و دارن افراد بیشتری رو داخل این پرانتز ورود میدن. حالا من فکر میکنم مثل مسائل حقوقی قبل از اینکه مبتلا بشن افراد، قبل اینکه درگیر این موضوع بشن، بتونن یه مشاور خوب مشورت بگیرن. شاید اصلا تو جلسه مشاوره‌ای که مشاوره داره باشون قبل ازدواج باشون صحبت میکنه و تستا شخصیتی که ازشون میگیره و روالی که میره، شاید به این نتیجه برسه که آقا این 2 نفر 2 تا آدما خوبی هستن ولی در کنار هم نمیتونن تکمیل کننده باشه یا راه ادامه بدن. توی علم روانشناسی یه واژه‌ای داریم به نام انجماد مغزی که متاسفانه خیلی تو جلسات معارفه خیلی باهاش روبرو هستیم. انجماد مغزی یعنی چیزهایی که توی ذهن هست ولی توانایی بیان و گفتنش نیست. یعنی یه خانم و آقایی که میخوان با هم دیگه تشکیل خانواده رو بدن، کلمه‌ای به نام ازدواج رو به وجود بیارن، متاسفانه توانایی این که چه خواسته‌ای دارن، چه اصلا توی جلسه معارفه یک واژه‌ای هست به نام هدف که من میتونم بهتون بگم بالای 80% هیچ کس این واژه رو تا حالا از دختر و پسر نپرسیده که هدف شما از زندگی چیه؟ تشکیل ازدواج چیه؟ زندگی یا ازدواج؟ چون این دوتا خیلی فرق. ازدواج، هدفتون از ازدواج چیه؟ بله. هدف نداره دیگه، آدم خوشش میاد و مشکل هدف میدونی دقیقاً، یعنی سوالاتی پرسیده میشه که اصلا لزومی نداره، چون دختر و پسر معمولا تو جامعه ما ازدواجا که سنتی الان دیگه نیستش، مگر اینکه روستاها و شهرستان‌ها خیلی کم رنگ شده. الان ازدواجا به سمت مدرنیته داره میره و مسلماً دختر و پسر از قبل یه شناختی رو هم دارن. حالا شناختای ذهنی هست، بله ذهنی، واقعیت عینی نیستش. این شناخت واقعا کافی نیست. بله. سوالایی که تو جلسات معارفه میشه، چی میپرسین؟ اون سوالا چیه؟ یکیش این بود که هدفتون چیه از ازدواج؟ همینو ببینی الان مثلا تو جلسات معارفه 2 تا خانواده کنار هم میشینن، حالا اگه 2 تا خانواده‌ای وجود داشته باشه، خانواده 2 طرف، من خواستگاری رو منظورم، جلسه معارفه بله. الان اتفاقی که داره میفته که جوونا دارن به مشکل میخورن و از هر 3 ازدواج 2 تا طلاق ما داریم متاسفانه. حالا آقای اشرافی خودشون آمارش رو دارن. بله. ببینید مثلا سوالی که میپرسن شغل آقا چیه، شغل خانم چیه، تحصیلات آقا، تحصیلات خانم، سطح درآمدا رو میپرسن، متاسفانه پشتوانه مالی رو میپرسن، از لحاظ فرهنگی را اینا همه خوبه ولی بزرگترین و اساسی ترین سوال اینکه هدفتون از اینکه اومدین همدیگر رو کنار هم مثلا میخواین قرار بگیرین، تشکیل از ازدواج چی هست؟ ازدواج یه موضوع خیلی، ببخشید من میگم غریزی نیست احیانا، یعنی غریزه که هدف نداره. یعنی چرا الان جوونا انقدر هوشمندانه برخورد میکنن که نمیشه گفت غریزیه. اگر بحث غریزه رو شما یه بخشی اعظمش غریزه است که غریزه رو اگر کلیتشو میگم، اگر صد که بخوایم رو غریزه بخوایم بسنجیمش میشه فرق ما با حیوان هیچ فرقی نداره. ولی اگر بخوایم از غریزه هم قسمتیش تامین غریزه باشه و بقیهش
غریزه تحت اختیار فکر و تفکر باشه، فکر میکنم خیلی کاملتر باشه و فرق ما باشه با این بحث. من فکر میکنم این هدفی که میگه همون میخوام جواب درست این سوال هدف الان چیه؟ هدف درست چیه از ازدواج؟ هدف ما فکر میکنم یکم تصویری شده، یکم هدفها تو ازدواج‌ها الان یه تلویزیون رو نگاه میکنن، یه سری ظاهری شده، یه سری مثلا خانم میگه آقا من امروز اگر ازدواج کنم این همسرم برام این ویلا رو میخره، این ویلا رو بگیرم، این ماشین رو که بخره، این خونه رو میگیریم، این خونه رو بگیریم، این دکوراسیون خونه رو میگیریم. ببینین هدفی که من صحبت کردم معذرت میخوام فراتر از این حرف هست که خونه رو بگیریم. نه این هدف سطحی رو من میگم. من هدف بعضیا شده. من میگم این هدف سطحیه که باعث شکست میشه ایناست. و آره این هدفهایی که کاذبه. هدف کاذب مثل اینه که من امروز مرد رو به عنوان یک بانک کامل میبینم، یه آدم بانک، یه آدم متمکن کامل جوونه از راه رسیده نوپا رو که هنوز پاشو تازه میخواد تو زندگی بذاره، تازه میخواد بیاره فعالیت کنه، تازه میخواد برای خودش تو جامعه رشد کنه رو اینو در سطحی میبینم که باید الان آره برداشتش یک ماشین خوب باید داشته باشه، یه باید خونه خیلی خوب داشته باشه و کار خوب داشته باشه و خیلی متشخص باشه کارش و اون بتونه رستوران‌های خوب منو ببره. یعنی همه هدفه وقتی اینا بشه شاید اوایلش خیلی عاشقانه است و داغن طرفین، خیلی خوب میره جلو، ولی یه مدت که بگذره زندگی رنگ و بوش فقط اینا نیست و اون جوون میبینه داره 2 شیفت کار میکنه، مرد میبینه 2 شیفت داره کار میکنه و داره شب و روزشو میذاره ولی قدرتش به این حرفا نمیرسه. زمان میخواد این بحث، شاید یه زمان 20 ساله 30 ساله 40 ساله میخواد، شاید هم تو 40 سال به این هدف و به اون چیزی که تو نقطه نظر اون همسرشه بازم نتونه برسه، داره تلاشو میکنه ولی اون میبینی طاقت خانوم هم تو زمان بندیش براش خیلی محدوده، چون محدوده و اینو به عنوان یه اهرم دیده، یه ببخشید اون مرد یه پلکان برای وسیله پلکانی برای رسیدن به اینا دیده، میبینه دیگه اون وسیله به دردش نمیخوره. حالا برعکسش هم هست، فقط این نیست خانم در واقع به مرد اینجوری نگاه کنه، بعضی وقتا به خانم یه نگاه ابزاری داره. همون بحثی که شما اول عنوان کردی که من گفتم آقا این بحثی که هست غریزه، یه موقع هم می‌بینی مردم 100% اصلا داره با نگاه غریزه نگاه، فقط میگه خوشگل باشه. آخرش این هدف از ازدواج چیه؟ اونا دیگه تخصصی شو. یعنی من مثلا فرض کن من اگه خودم ازدواج نکرده بودم میرفتم یه مشاوری از من میپرسید، احتمالا جواب خود من الانم بخوام بگم اینه که مهمترینش رفع نیازهای عاطفیه حالا و کامل شدن انسان در این زمینه‌های در واقع عاطفی و روانیه. تو نمیدونم حالا جواب درسته؟ ببینین اصلا غلطه که ما الان این طلاق نه اینجا وکیلم آقا. این جواب درسته ولی متاسفانه ما یه جوابایی میشنویم. چی میشنویم؟ اولش که حقیقت رو نمیگن، یعنی یه مشاور، یه درمانگر حرفه‌ای ماهر خودش به جواب اصلی میرسه با گرفتن یه سری تزها و یه سری پرسیدن سوال‌ها و یه درمانگر خوب ابتدا خانم رو جدا میخواد، آقا رو جدا میخواد. این همه اینا رو که دارم میگم مشاوره پیش از ازدواجه. بله مرسی. بعد از چند جلسه صحبت کردن و گرفتن تست و سوال پرسیدن و اینا، 2 طرف رو باید با هم بخوان که حالا خب خیلی چیزا رو میخواد از توشون از بین صحبتاشون در بیاره و طرفین رو آگاه کنه. یه سری راستی آزمایی هایی میشه، تست هایی گرفته میشه که دیگه بالاخره مشخص میشه این هدف چیه. گاهی اوقات مثلا دختر خانم میگن هدف من از ازدواج فقط اینه که از خونه پدریم بخوام فرار کنم. داره فرار میکنه، یعنی اهداف اشتباه که هیچ وقت اینو به اون آقا پسر نگفته. گفته میخوام کامل شم، خودش هم به این فکر نکرده ولی عملاً داره، ولی بهش رسیده، تو اون جلسه بهش رسیده. یا مثلا آقا بله من خیلی رو واقعا درست میگم، این فشار خانواده انقدر زیاده که میگه فقط از اینجا میخوام یه آزادی مطلق برسن دیگه. و اینکه یا اینکه متاسفانه یه آقایی میگه من فقط میخوام پدر بودن رو حس کنم، چون خودم توی خانواده میخواستم مثال بزنم، گفتم این پادکست یک گوش میده از دوستامون
میکنم از ولش کن نمیگه اسم نیارید ایران نمیشه گوش میشنوه بعدا میگه چرا اینو مثلا چون آقا خودش توی خانواده‌ای بوده که ناسالم بوده، از پدرش رنجیده، از کودکی این یه عقده‌ای شده که میگه من فقط میخوام ازدواج کنم یه پدر نمونه بشم که بچه مثلا مهر و محبت. حالا متاسفانه این تو ذهن خانوم اصلا یه همچین چیزی نمیگنجه که مثلا ازدواج کنه که بخواد مادر بشه. اینا اگه کسی بخواد این موضوع ازدواج بکنه یعنی خب فردا نه اشتباه نیست ولی دچار یه سری چالش میشن توی زندگی. اصلا ببینید تا زیر یک سقف نرین شما متوجه نمیشین که دچار چه مشکلاتی خواهین شد. یعنی باید زیر اون سقف برین که متوجه شین چه مشکلاتی پیش رو مشکلات. من یادم اون موقعی که من ازدواج نکرده بودم اتفاقا آقای اشراسپی صحبت میکردم باش میگفت سر یه پوست تخمه ممکنه شما دعوت بشه با خانم. دقیقاً بابا دیگه مگه بچه بازی نه واقعا نمونهشو من بگم مثلا پوست شکلات حالا من مثال میزنم یه آقا شاید اصلا براش بین آقایون مرسوم باشه که این پوست شکلات رو بعدن خلال کنن ولی برای اون خانوم قابل هضم نباشه. اینجا اون اختلاف شروع میشه. دقیقاً همون پوست شکلاته باعث اختلاف میشه از لحاظ فرهنگی. ما یه دوست مسنی داریم نزدیک فکر کنم 80 سالشونه، طلاق گرفته چند وقت پیش. میگفت سر اینکه ما این دستمال توالت رو از این طرف بذاریم توی این بیاره از اون طرف که اینو میکشی از این ورش میکشی یا از اون ور میکشی دعوا داشتیم. ببینین هر وقت معذرت میخوام هر وقت ما متوجه شدیم که سن ازدواج رو میخوام تعریف کنم براتون الان خیلی به سمت کودک همسری، حالا من این واژه رو قبول ندارم، دارن سوق میدن که مثلا تو سن پایین ازدواج کنین که فردا مثلا سنتون بره بالا خیلی سخت میشه انتخاب همسر و اصلا خیلی فرا زمینی میشه خواسته هاتون. ولی کلا سن ازدواج سن گذشت و عذرخواهیه. یعنی شما هر وقت یاد بگیری چقدر قشنگ. بله من فکر کنم الان میخواین یه سنی بگین گفتم خب معلوم یکی ممکنه برسه. نه هر وقت شما یاد بگیرین که بابت یه اتفاقی که افتاده و مقصر شما بودین بتونین عذرخواهی کنین. هر وقت یاد بگیرین که بپذیرین اشتباه طرف مقابلتون رو بپذیرین و گذشت داشته باشین. به نظر من سن ازدواج خیلی قشنگه. اینو باید با طلا آره اگر این چند ساله شما جنبندیشو توی یه جمله به نظرم گفتی. اگر واقعا اجرا بشه فکر نمی‌کنم زن و شوهری به اختلاف بخوره. چون ذات زن و مرد سرشتشون با هم فرق میکنه. بعد اونی که میتونه اینا رو در کنار هم نگه داره و کامل کنه به همونجوری که خانم آشنا گفتن همین گذشت و و فکر کنم این موضوع یه چیزیه که باید آدم بهش برسه. یعنی یه شبه ایجاد نمیشه. چجوری میرسه؟ چون دوست داره. نه ببین شما در قبال کی گذشت میکنی؟ در کسی که دوستش داری. شاید من امروز مثلا گذشتم نسبت به یه آدمی که بیرون و دارم با یه برخورد میبینمش تو صفحه نونوایی میبینمش، با گذشتم نسبت به همسرم که دوستش دارم 180 درجه فرق میکنه و درجهش خیلی تفاوت داره و اون تفاوت هست که اون دوست داشتن رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هستش که شما یکی رو دوست داری ولی گذشته نرسیدی بهش که اصلا میتونی شما پدر مادرت رو دوست داری ولی ممکنه تا مثلا 50 سالگی با بابات لج باشی. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا آدم‌ها نمیرسن درکش به این درکه که و بعد اگه طرف نرسید نظر شخصی من اصلا چه لزومی داره که ازدواج بکنه. نه اون که نرسید یعنی میخواد یه خانواده به درد نخوری ناسالمی ایجاد کنه نکنه. اون پس خودشو داره میبینه. اگه همون صحبت شما بود که اول تو باید خودت رو درست بکنی. چون خودش فقط شخص اگه من دارم خود شخصا میبینم نیاز ندارم، نیازی نیست که شخص دیگه‌ای هم بیارم کنار خودم. وقتی قبول ندارم و خودم رو فقط دارم میبینم میام کسی دیگه هم میارم کنار خودم و باعث میشم که زندگی اونم خراب بشه. یه چیزی که الان سوال هست مطرحه برای من توی همون شکلگیری ازدواج اون بحث فرض کنید که این مسائل رو اومدن با مشاورای صحبت کردن، یه موضوعاتی معمولا مطرح هست که اینا یا عرفه یا بخشش قانونه، مثل همین مهریه، میزانش، حق طلاق، حقوقی که بین طرفین مطرح هست. این نقطه تعادلش کجاست؟ یه نقطه‌ای که شما بگی اگر
این فرمول رعایت بشه این بهترین حالته که کمترین حاشیه رو. من دیروز با یکی از دوستام صحبت میکردم، تازه ازدواج کرده، گفت داریم خونمون رو میاریم، اگر اینجوری بشه اونجوری نشه میایم نزدیک خانواده خودمون، مثلا خانواده همسر شوهرش. گفتم بزرگترین اشتباهات اینه، گفتم بیشترین مشکلات اتفاقا گاهی اوقات از جانب دو طرف نیست، از حاشیه‌ای که اصلا طرف هم متوجه نیست اون خانواده داره یه حرفی میزنه، اصلا محبته ولی این داره یه چیز تلنگری میزنه برای در واقع به هم ریختن رابطه. حالا یه سری از این موضوعات هست توی همون بحث مهری و اینا که دو طرف صرفاً راجبش تصمیم گیرنده کامل نیستن. این نقطه تعادل معمولاً توی جلسه معارفه که همون خواستگاری گذشته الان که میگن جلسه معارفه، بله، در مورد مهریه صحبت میشه. بعد به قدری روی این مهریه زوم میکنن که خیلی حقایق دیگه پنهون میشه این وسط، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روانی. اصلا ببینن این زوجین میتونن یه رابطه سالمی داشته باشن یا نه. به نظر مشاوران، روانشناسان، باید زن و شوهر هم سطح هم باشن، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اقتصادی. حالا گاهی اوقات مثلا میگن که آقایون یه چند درجه بالاتر باشن، خب بالاخره خانواده هاشون در سطح هم باشن یا خودشون؟ نه، خانواده دیگه. چون معمولا همون قانون معمولا ممکنه خب جوونا زودتر مستقل میشن، ولی کلا خانواده ها از لحاظ فرهنگی و اقتصادی اینا باید توی یه سطح باشن تقریبا. اگه میخوام مثلا یه ازدواج نرمالی داشته باشن توی سطح باشن خب خیلی بهتره. حالا استثناءات وجود داره، یا آقای خیلی ثروتمنده یا خانومی خیلی ثروتمنده، استثناءات همیشه وجود داشته، ولی حد تعادلش رو بخوایم نگاه کنیم باید توی سطح باشن. بعد متاسفانه ما کلا خاص بودن رو دوست داریم، نمیدونم انقدر میگیم ما متفاوتیم. آفرین، انقدر این واژه معمولی بودن ارزشمنده. من نمیدونم چرا جوونا دارن ازش فرار میکنن. معمولی بودن رو دیگه دوست ندارن، دوست دارن فقط خاص باشن. یعنی اون کلمه خاص بودن رو گرفتن، فقط چشم تو هم چشمی، فقط این که بگم مهریه من فلان قد بود، یا مثلا خیلی واژه خوبی نیست، پوز یکدیگر رو زدن، پوز دوستم و همکلاسیم و رفیق چندین ساله هم مثلا بزنم مهریه من بره بالا. متاسفانه اینا در آینده دچار چالش میشن تو زندگی. ما میگیم که اگر سطح اقتصادی آقا این درجه است، مهریه‌ای که شما تعیین میکنین اگر اینجا بشه 100% شما مشکل میخورین در آینده. باید یه جوری مهریه رو تعیین کنین که این حتی این ترازوه کفش توی یه تعادلی قرار بگیره. واقعا صحیح نیست، چون مهریه خوبه ولی نباید جوری باشه که خطای مالکیت ایجاد کنه. خطای مالکیت چیه؟ یکی اینکه خانم این مهریه رو بکنه ابزاری واسه تهدید همسرش که آینده کوچیکترین مشکلی رو که بخورن بگه من مهریه‌مو میذارم اجرا. و از اون ور آقا یعنی به جایی برسه که واقعا ببینه این روابط ناسالم نمیتونه ادامه بده و از ترس اون مهریه نتونه خواستشو به همسرش بگه من نمیتونم با شما ادامه بدم. واقعا اینجا هیچ اتفاق خوبی نمیفته. یعنی دو نفرن که بغل هم زندگی میکنن ولی هیچ بله به خاطر اون اهرم فشار است، فقط با اون اهرم است. اگر اون اهرم نباشه همونجوری که خانم آشنا داره میگه شاید تصمیمشون خیلی عاقلانه تر بشه و راحت تر بتونن تصمیم بگیرن. اون طلاق عاطفی خیلی زشته به نظر من. دو نفر وقتی از هم جداشن خب میگیم طلاق گرفتن، راهشون جداست، ولی خیلی الان حدود 70-80% جوان‌ها در کنار همدیگه هستن ولی حال دلشون خوب نیست. طلاق عاطفی گرفتن فقط به خاطر واژه‌ای به نام مهریه که مهریه رو اگه نذاریم چی میشه؟ خب نمیشه نذاشت، چون پشتوانه یه خانم مهریه. ببینید من خودم نذاشتم. خب ببینین این حالا فعلا 10 سال زندگی بعدش چی بشه نمیتونم. خب ببینید این سلیقه‌ایه. من خودم مثلا مهریه‌ام 14 تا بوده. حالا ایشون دوست داشته به من هدیه هم داده، اضافه تر هدیه مادر همسرم دوست داشتم به من هدیه بیشتر هم دادن، ولی این سلیقه‌ایه. هیچ وقت ارزش یک انسان، شخصیت یک انسان با مبلغ، با مقدار، با مهریه مشخص نمیشه. به نظر خود من اینجوریه، ولی خب نمیشه کامل نهیش کرد که بگیم نذار، چون همونجوری که شما میگین تماشا میکنن مخاطبان و خورده میگیرن، چون واقعا مهریه یه پشتوانه برای خانم. حالا من یه نظر دیگه ای هم دارم، شاید سلیقه شخصی خود منه، شاید حالا میگم اعتقاد خود من طبق
این چند سال تجربه زندگیمه. من فکر میکنم اگر قوانین ما از لحاظ فرار مالیاتی یا قوانین ما از لحاظ اینکه طرف اموالش رو میشد رصد کنی، میشد رصد کنی و اموالش رو به نام کسی نمیکرد، با حساب کسی دیگه کار نمیکرد و به نام شخص ثالث معامله نمیکرد، به نام داداشش، به نام مادرش، پدرش. من فکر میکنم قشنگترش این بود که مثلا زن و شوهر توافقی با هم داشته باشن، بگن آقا ما داریم کار میکنیم، اومدیم امروز تو این زندگی و تو این زندگی مشترک مثلا آورده این زندگی نصفش برای خانم باشه، نصفش برای آقا باشه. این حالا ما تو قانونمون هم داریم اینا، ولی موقع طلاق اگر یه بحثی داریم که میگه اگر مرد بخواد بدون دلیل زنش رو طلاق بده، تو یکی از شروط عقدنامه است که نصف اموالش به خانم تعلق میگه. ولی این بحث رو الان وقتی ضمانت اجرا نداره، قبلش رفته همه اموال رو تکلیف کرده. مردی که امروز میخواد به طلاق بده، خب میگه آقا من امروز میخوام برم مثلا با خانومم جور در نمیام، 6 ماه زمینه چینی میکنه، 1 سال زمینه چینی میکنه، 1 سال قبل اموالش رو جابجا میکنه، در واقع پولشویی میکنه، این و ردش هم گم میکنه. حرف خیلی قشنگی زدی، چون تو کشور پیشرفته این موضوع هست. یعنی شما میتونید توافق کنید، یا فکر کنم در برخی از کشورها اصلا قانون همین جوریه که اموالی که بعد از ازدواج 2 نفر به دست میارن نصف میشه بعد از طلاق. طرف میلیاردره ولی نصف اموالو داره. آره. ولی تو ایران اجراش به خاطر نمیشه. همون فرارهای از پرداخت و اون معامله‌های سوری یه ذره داستان. من میگم اگر میشد قشنگی مهریه به این میبود که همون 14 تا میشد. 14 تا 10 تا یکی دیگه نده دیگه. نه خیلی قشنگه. من بحثم به اینه که مهریه سطحش میومد در سطح توان مرد، یعنی یه هدیه واقعا، یه هدیه اصلا که هر موقع اراده کنه بتونه بده. و اینم در این شرط هم که تو عقدنامه هستش ضمانت اجرا پیدا میکرد، راه در رو نداشت. ولی الان فکر میکنم با اینکه داریم جلو میریم به اون میرسیم. ولی مهریه به بابت این موضوع شاید در واقع یعنی شاید به اون برسیم و قانون مهریه هم تغییر نکنه. یعنی قانون که نیست، عرف مردم. ببین مهریه هم که بگن هم عرف بذار هم نصف مهندسیان الان یه چیزی هم هست، حالا خودمون هم نمیتونیم گول بزنیم. ما مهریه‌ای که الان داره تعیین میشه میگه 1100 تا 2000 تا 1200 تا، تو عمل اگر به اختلاف و چالش بخورن و مرد چیزی نداشته باشه میگه آقا بیا یه دونه رو پرداخت کن، هر 8 ماه یه سکه بده، هر سالی 2 تا سکه بده. خب یعنی در واقع هیچی اجرا نمیشه. و این مهریه هم یعنی یه جورایی ضمانت اجراش قبلا میگفتن آقا مرد که نداره، قبلا اگر نداره مثلا باید اول بره زندان، بعدن بیاد اثبات بشه که آقا ایشون نداره، از زندان بیاد درخواست تقسیط بده. ولی الان با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که رأی که به طرف ابلاغ میشه، رأی که به مرد ابلاغ میشه، تا 30 روز اگه درخواست احصال و تقسیط بده، بگه آقا من ندارم اینو بدم، درخواست تقسیط دارم، تا نسبت به پرونده تقسیط و احصال ایشون تعیین تکلیف نکنه، قانون و دادگاه تعیین تکلیف نکنه، که خانم نمیتونه ایشون رو جلبش کنه. و اگر رأی هم که داره صادر میشه با توجه به تمکنشه، یعنی یه استعلام سگانه گرفته میشه از راهنمایی رانندگی، بانک ها و اداره ثبت اسناد. حالا از ثبت شرکت ها هم بعضی جاها استعلام میگیرن. وقتی این 4 تا استعلام بیاد مشخص میکنه که این مرد داره یا دارایی نداره. داشته باشه توقیف میشه و اگر مستثنیات دین نباشه برای مهریه قابلیت وصول داره. نداشته باشه اون مبلغی تعیین نمیشه که خارج از توان پرداخت مرد باشه. ولی من میگم چرا بذاریم به اینجا برسه، چرا بذاریم یه جوری بیاد کارمون به دادگاه برسه که دادگاه به ما بگه آقا حالا بیام دست به دامن قانون و دادگاه بشیم که آقا من اون روز اشتباه کردم 1300 تا انداختم، بابا من 1300 تایی نیستم، من
10 تایی هم، من 14 تایی هم، اصلا من عددم این عددا نیست، توانم اینا نیست. وقتی میخوای اینو اعلام کنی من میگم روز اول یکم با فکر بازتر و واقع بینانه تر بریم جلو. همون مشاوره گرفتن. یه روانشناس خوب من به نظرم بتونید در مشاوره بگیری و اون روانشناس تو اون سطح اجتماعی این دوتا رو بسنجه و تو به همون مشورتی که بهشون میده توان مالیشون رو ابراز کنن. فکر میکنم بتونه و این حقایق رو براشون بازگو کنه. فکر میکنم بتونن یه تصمیم بهتر بگیرن که نتایج بهتر داشته باشه. ببینید دقیقاً توی اتاق مشاوره این آگاهی رو به زوجین میدن، میگن که شما این مبلغ رو که میخواین به عنوان مهریه بذارین این آقا بدهکار شماست. یعنی بله ببین الان تو عرف ما، تو عرف جامعه ما نیست و خیلی چهره خوبی نداره، وجه خوبی نداره که بخواد یه خانوم بدون هیچ مشکلی مهریه‌اش رو مطالبه کنه. دارن زندگیشون رو میکنن، خیلی هم خوش و خرمن، ولی مثلا تا مثلا بخواد به همسرش بگه که من مهریه رو مطالبه کنه، مطرح کنه که من مهریه رو میخوام، متاسفانه خورده میگیرن. همین چرا متاسفانه؟ خب واقعیت اینه که مگه عرف ما نمیگه کی داده کی گرفته؟ نه خب وقتی مطالبه میکنه یعنی الان دیگه یه چیزی شده. نه میگم عددش هم مهمه. میگم متاسفانه آقا خورده میگیره. خب نه خورده بگیره. خب این یه بدهیه که آقا به خانوم یه بحث کی داده کی گرفته. نه خب این درست نیست. یه موقع هست ببین من همین گفتم 10 تا 14 تا وقتی ببین مقدار بشه. من خانومم امروز نشسته کنارم، قربون صدقه من میره میگه فلانی مهریه من انقدره، تو ماشاءالله انقدر داری، نمیخوای مهریه منو بدی؟ این خیلی هم برای وقتی این صحبتو میکنه با این تیپ میاد، من توان خودم میسنجم میبینم دارم بدم و ایشون مثلا کنار من اومده زندگی کرده، یا میام در قالب مهریه یا میام مثلا در قالب مال دیگه یا میام اینو براش تامین میکنم که یه آرامشی داشته باشه و اون دینم از گردنم برداشته بشه. حالا اینو بذاریم کنار. یه موقع از خانم با که آقا داره زندگی میکنه کنارش نشسته، مهریه‌اش 500 تا سکه است. آقا کلا سرمجموع دارایی خونه داراییش 5 تا سکه هم نیست. آقا 500 میلیون رفته یه خونه رهن کرده، رهن و اجاره کرده. بعد میگه آقا این 500 تا سکه منو چجوری میخوای بدی؟ کی میخوای بدی؟ چرا نمیدی؟ تو حق منو خوردی، تو الان مدیون منی. همه منو منظور اینه. اینجا مرده حق داره. تو اگه الان بمیری تو دین من گردنت سر پل صراط. خب حالا من یه چیزی بگم. به نظر خود من این اتفاق زمانی میفته که اون خانومه حالش خوب نیست. اگه حالش خوب نیست اینو من قبول دارم. ولی اگه حالش خوب باشه دیگه یه زن از زندگی فقط اون رابطه سالمه رو میخواد. اون که بدون همسرش تعهد داره. چرا؟ نه رابطه سالم نه، پول قضیهش با اون مطالبه مهریه فرق داره، کاملا فرق داره. اگه پول نداد میگه مهریه رو بده. از لحاظ اقتصادی خانم باید تامین بشه. حالا آقای وکیل میدونن که نفقه و اجرت المثل اینا همه مسئله جداست. بله اگه خانم خودش تمکن مالی داشته باشه اصلا بحث به اینجاها شاید نکشه. درسته. ولی اون در واقع اون آرامش رو میخواد، اون تعهد رو میخواد که بدون همسرش انقدر نسبت بهش تعهد داره که اصلا خیلی کم پیش بیاد. الان من فکر نمی‌کنم خانومی باشه که خیلی زندگی خیلی خوب و اوکی و سالمی داشته باشه و مهریه‌شو بخواد مطالبه. حالا یه بحث دیگه من دارم. من مادرم فکر کنم یه دور و بر 10 بار به بابام این مهریه ما کی میدی؟ بابا 10 بار بهت دادم، یه بار بیا من امضا کنم یه 76000 تومان بود. من این پولو بهت دادم. حالا اون نه یعنی ما به روز حساب شه شما سر مادر داره کلا میذاره. اون بدن دست یه وکیل میدونن بله الان چقدر بگیرن. رقم بزرگی میشه نرخ روزش. ولی من بحثم اینه که ما به بچه‌هامون به دخترامون یاد بدیم به جای اینکه فکرشو تمرکز کنه روی اینکه آقا مهریه هم چقدر باشه چه جوری باشه، تمرکز کنیم خودمون تمرکز کنیم که این دختری که تو این خونه داریم پرورش میدیم یکی قوی باشه، دو خود ساخته باشه، دو از لحاظ معلومات و فن تو این جامعه هنرمند باشه، فن یاد بگیره. وقتی فن بلد باشه، وقتی اومده باشه حرفه بلد باشه،
و اینی باشه که ترس نداشته باشه از آینده، میتونه رو پای خودش هم وایسه. جا یک آدمی نیست که فقط وابسته است. اگر خدایی نکرده اومد و مرد بدی گیرش افتاد، اومد و باید آدمی ازدواج کرد که شاید تعهد اخلاقی نداشت، شاید اومد مشاور رو گول زد، شاید اومد همه فیلترها رو رد کرد، اصلا من میگم همه اینا هم انجام شد، ولی اومد یکی خیلی طرف اومد با فریب همه اینا رو رفت جلو و به یه جایی رسید خانم دیدین آقا به دردش نمیخوره، بتونه رو پای خودش وایسه، از عهده خودش بر بیاد. آقا بگه من این آقا نباشه امروز با این آقا هم امروز این آقا نیست، من امروز این حرفه رو بلدم، زندگیم به هم نمیریزه، لحاظ مالی تحت فشار قرار نمیگیرم، حداقل عاطفی هم اگر کنار این آقا نباشم راحت ترم، چون خوشحال ترم. من یه چیزی بگم، اولا که این ترکیب یه وکیل و یه مشاور من فکر کنم ترکیب خیلی خوبیه، یه جدی دارم میگم، یعنی مخصوصا تو موضوع خانواده، چون این مرزه مشخص نیست. وقتی من دارم میرم مشاوره حقوقی بگیرم، همونجوری که جلسه پیش بهش رسیدیم، یه جایی هست که آقا تو اصلا به اون حد هنوز نرسیدی که بخوای بری تو بحث شکایت، میشه این زندگی رو درست کرد، پس بیا اتاق بغلی، اینجا چاره درد تو اینجاه، این ور نیست. یا برعکس یکی هست ممکنه هنوز داره تون میده تو زندگی. من دیدم کسانی که میگم من هنوز دارم تحمل میکنم، خب ولی اون حقوقش داره همینجوری هر روز ضایع میشه و اصلا حواسش بهش نیست، چه از نظر مالی چه از نظر حقوق شخصی که داره. اون از اون اتاق مشاوره بیاد احتمالا این طرف بیاد تو بحث مهندس. یه چیزی هم هست، ببین اگر نتونن شاید زن و شوهر که دارن با هم زندگی میکنن، شاید بعد از چند سال از زندگیشون بگذره شبیه هم میشن. من قیافه هم شبیه میشه. دقیقاً قیافه خیلی از لحاظ جغرافیایی هم که حساب کنیم. نمیدونم چجوریه. خودم الان با سابقه 15 سال زندگی یه جوری میبینم خیلی خلق و خوم شبیه خانومم شده، خیلی خلق و خویشون هم شبیه من شده. چرا؟ چون همدیگر رو دوست داشتیم، چون دوست داشتیم با هم گذشت کردیم. شاید خیلی رفتارایشون شده رفتار من، برای اینکه دوست داشتم ایشون آزرده نشه، ایشون هم همچنین متقابل شده. و من میگم حالا این خوبشه، شما بیا بعدش رو مد نظر بگیر. میبینی مرد بدبینه، اول خانم آزرده میشه کش پیدا میکنه، اگر یه جایی این درمان نشه، جلوش گرفته نشه، یه جایی هم میبینی اون خانوم هم دیگه وارد همین حوزه میشه، خودش هم میشه مثل اون آدم میشه، بخوای نخوای. این رفتار شما ببخشید یه آدمی داره یه رفتار، قرار بود شما مشاوره حقوقی بدی، مشاوره روانشناسی این مر بشه، ولی خب تبعاتش میدونید چیه. من به عنوان یه وکیل 15 سال کنار یه دونه مشاور خوب دارم زندگی میکنم و در کنار ایشون یه درسایی هم یاد گرفتم و الان البته برعکس من مسائل حقوقی هم بلدم. الان تمام دادخواست لایحه و دادخواست اینا رو نوشتم. بله، برای ایشون یه پایان نامه نوشتم. من دو تا موضوع رو اینجا مطرح کنم. یکی این که من گفتم راجع به مهریه که من مهریه ندادم، واقعیتش این بود که پریسا نخواست. اینو اینجا اصلاح کنم که بعداً دردسر نیست. نه میگم واقعا خیلی کار ارزش مهم اینه که خانم چی بخواد. ببین انقدی فکرش بزرگ بوده، انقدی که شما رو قبول داشته و خودش رو قبول داشته و شما رو اعتماد به نفس داشته. آره اعتماد به نفس، هم اعتماد به نفس، هم که واقعا مهریه و مبلغ و این آره اصلا شخصیتی واسه آدم نمیسازه. مهندس من زمانی که خواستگاری خانومم رفتم، پدر خانومم گفت یه دونه مهریه، خانومم گفت 14. یعنی شاید غیر از این صحبت بود، شاید تو اون تایم زندگی من غیر از این صحبت بود، من از اون جلسه بلند می شدم. ولی انقدری دیدم که اینا با متانت دارن و بدون چشداش دارن صحبت میکنن. من مادرم برگشت گفت آقا 200 تا من هدیه میدم.
حالا من بخوام مطالبه کنم بعد از مادر همسرم مادر شوهر گفته که 200 من هدیه میدم. حالا اون موقع اومدم بیرون گفتم مادر این 200 که گفتی چرا گفتی؟ اون ناراحتی، الان میرم تو کنسلش میکنم. تو من نمیگی ناراحتی. گفتم آقا اشتباه کردم، برگرد ولش کن. و خوبم شد که سر گرفت. حالا صحبتم به اینه که شاید اون برخورد اولیه، شاید اون نوع تعامله خیلی مهمه، چون من برداشتم به این شد که این خانوم من به هدفش زندگی کردنه، به خاطر خود من داره میاد و تو اون چارچوبه و در حد توانم داره. اون توان من بیش از اونم نبود، گفتم در حد توان من داره میاد و قبول کرده و برای من یه پوان خیلی خوبی بود. حالا شناخت بده که یکی از ابزارهای شناخت من شد. حالا این که شما هم داری میگی به نظر من یه پوان بزرگه برای شما بوده و الان هم هست. یه چیزی بگم لای پرانتز، ما اتفاقا چیزی که بود که پریسا همیشه قبل از ازدواج تاکید میکرد و حالا واقعیت دیگه خودش نیست ولی باید بگم، اینه که میگفت تو باید سدی در مقابل خانوادت باشی و من یه سدی در مقابل خانواده خودم. ما حتی موضوع مهریه رو توی اون جلسه معارفه میگیم بهش خاصه اصلا صحبت نکردیم راجبش. یعنی من به خانواده خودم گفتم که این شرایط ایشونه، حق طلاق رو میخواد، حق وکالت در گرفتن پاسپورت رو میخواد، یه سری حقوق رو میخواد ولی مهریه نمیخواد. ایشون هم با خانواده صحبت کرد و چالش زیاد داشته مسلما. شما خلاف سر جلسه آب داشتی میرفتی اصلا یه چیز عرف جامعه داشتی با یه عرف کامل جامعه رو بروش وایسادی و دقیقاً اون جلسه ما چیزی به غیر از معارفه نبود. یعنی تنها چیزی که راجع به صحبت، نه راجع به ازدواج صحبت کردیم، نه مراسم عقد، نه عروسی، نه مهریه، نه جهاز. گفتیم همه این موضوع قبلا بحث شده، انگار دو تا نماینده قبلا صحبت کردن، فقط اینا اومدن نشستن یه مثلا ناهاری با هم خوردیم و بعد اومدیم بیرون. و فکر میکنم این یه دلیلی بود که به قول معروف رومون تو روی هم باز نشد. میدونی من با پدر مادر اون مثلا فیش خودم فکر کردم بابا اینا رو در رو با وایساده و برعکسش همینطور اون اومده اصلا خیلی ناخوشایند شروع زندگی با چونه زدن راجع به موضوعات مالی. شما در واقع مدیریت بحران داشتین دیگه. متاسفانه بحرانی البته نداشتیم. نه خب نذاشتیم بحران. اون مدیریت رو داشتیم ولی متاسفانه جوانای الان اون مدیریت رو ندارن. بعضی البته خانواده هم نمیذارن. یعنی خانواده ما هم قبول کردن که آقا حرف نمیزنیم باشه. انگار که ما به اونا تحمیل کردیم میای سر جلسه چی میگی. یه چیزی اینجا یه سوالی برای من پیش میاد که حالا شما جواب بدین جالبه. دختر پسرها وقتی میخوان ازدواج بکنن الان این حرفا همش خوشگل خوب قشنگ، ولی آدم دیگه عاشق میشه بعد اصلا چشاش انگار نمیبینه، گوشاش نمیشنوه، اصلا کوره که تو الان بهش بگی داری 100% اشتباه میکنی، 1000 تا مشاورم بخوان بهش بگن اصلا این رو نمیفهمه. مثل یه چیزیه دیگه، عشق دیگه، چی بگم آخه وقتی رخ میده واقعا سخته که این آدم رو تازه بهش بفهمونی که تو باید مشاوره بگیری. چه جوری باید این جوونا آموزش ببینن که در همچین شرایطی تو زندگی بعد از ازدواج هم هستا جایی که شما تصمیم‌های احساسی در واقع اشتباه داری میگیری و اصلا حواست به اون چیزها نیست، اون فکت ها نیست، واقعیت ها نیست، چطور میشه اینو هندلش کرد که آقا من توی همچین شرایطی قرار گرفتم تصمیم اشتباه نگیرم. ببینین همه اینا برمیگرده به اون مبحث بزرگ و سنگینه که گفتین خانواده است. خانواده. فروید میگه که هر اتفاقی که زمان حال برای ما میفته یا آینده میخواد بیفته برمیگرده به دوران کودکی ما. متاسفانه بعضی از جوانای ما توی خانواده‌هایی بزرگ شدن که خودشون پدر و مادر نتونستن با هم کنار بیان. ببینید من داخل پرانتز همینو میخواستم بهتون بگم، تربیت هیچ وقت آموزش نیست، هیچ وقت یاد دادن نیست. یعنی اگه یه خانومی یه موضوعی رو بیان میکنه این نیست که حتما پدر و مادر یادش دادن. تربیت دیدنیه. یعنی پدر و مادر اگر سالم زندگی کنن بچه اونو میبینه و یا پدر میشه یا مادر.
یا رفتار پدر رو میگیره انتخاب میکنه، حرفا باده حواس. آفرین. یا رفتار مادر رو 100%. پس اگه ما پدر و مادرها روابط سالمی با هم داشته باشیم 100%، یعنی اینو مطمئن باشیم که اون بچه، حالا دیگه خیلی استثناء وجود داره که توی شرایط خیلی در آینده شرایط خاص و بدی قرار بگیره که یا وقت بخواد رفتارش عوض بشه یا منحرف بشه، ولی اگه از اون بطن ما اولیه یه رابطه سالمی داخل خانواده باشه قطعا و 100% بچه‌های سالمی پرورش میدیم و این بچه سالمه که تو اون خانواده سالمه بوده هیچ وقت این با این مشکل برخورد نمیکنه که من الان عاشق شدم و متوجه نیستم و نمیخوام پیش مشاور برم. پس ما باید یه نفر رو پیدا کنیم که مثل خودمون سالم بوده باشه توی خانواده سالمی. اینجا خانواده ها مطرحه، اینجاست که میگن که شناخت خانواده. بله شناخت خانواده خیلی مهمه که مثلا از قدیم مادر بزرگان میگفتن یا مثلا پدر بزرگان میگفتن که مادر رو ببین دختر رو بگیر. دقیقاً همین بوده. از لحاظ علمی وقتی ما نگاه میکنیم بهش، روش تفکر میکنیم، همین بوده که بچه باید یا پدرش بوده باشه یا مادرش. یعنی این تربیت آموزش دادنی نیست، روی ناخودآگاه ذهن بچه باید بره. من اگه الان به پسر خودم بگم این کتاب باید بخونی، این کتاب بخون، روزی 2 ساعت مطالعه داشته باش، هفته‌ای 2 ساعت مطالعه داشته باش، تا این کتاب رو دست من نبینه، دست پدرش نبینه، هرگز، شاید از ترسشون لحظه کتابو بخونه ولی هرگز سراغ اون کتاب نمیره. تنهایی خودش این کار نمیکنه. بله هیچ وقت نمیکنه. اگر من کتابخونه داخل خونه خودم داشته باشم، برای پسرم کتابخونه درست کنم، مجموعه کتابا رو براش تهیه کنم و خودم مطالعه داشته باشم، قطعا پسرم مطالعه. بله. پس این که بگیم که طرف عاشق شده و هیچی متوجه نمیشه، قطعا داره یه خانواده ناسالمی بوده. درسته. پس ما باید توی محیط پس با شناخت خانواده است. پس اصلا درست کردنی نیست توی جلسه و 2 جلسه، ساختنیه. ما تو اینجور مواقع خانواده ها رو میخوایم در واقع. یه چیزی که یه مثالی یکی از دوستان ما میزد، میگفت یه پدری اومده بود پیشش، میگفت این بچه من پدر من در آورده اینجوری میکنه اونجوری میکنه، میخوام اینو چیکارش کنیم، مشاوره میخواد. گفت هیچ، یه مثلا وقتی یه هزینه بذار برای خودت درست کن، اون بچه خودش درست میشه. آره اینم قضیهش درسته. من یه مثالی شنیدم راجع به این موضوع عاشق شدنه. یه مثالی از میگن جزیره سیرن ها، نمیدونم شنیدین، تو یونان باستان یه همچین جزیره میگن، حالا اسطوره‌ایه دیگه، واقعی نیست، وجود داشته که تو این جزیره صدای خوشی ازش میومده و این کشتی‌ها که از بغلش رد می‌شدن وقتی این صدا رو میشنیدن مسحور این صدا و این آواز می‌شدن و ناخودآگاه به سمت اون جزیره می‌رفتن و این یه تله بوده که بعد می‌ریختن و تمام اون کشتی رو تسخیر می‌کردن و اینها. یه مثال، یه تمثیلی از همون عاشق شدن است. یه بنده خدایی می‌خواسته این موضوع رو در واقع همین صدا رو بتونه بشنوه، هم بتونه پیشگیری بکنه از این حادثه. بحثی که از شما میگی بگم این چیزی رو بگم که چی کار میکنه، این جالبه برای خود من. میاد چی کار میکنه، دستور میده به اون خدمه کشتی، میگه من رو ببندید به در واقع دکل که نتونه کاری انجام بده. بعد میگه گوش تمام خدمه رو هم از موم پر کنید که کسی صدای اون رو نشنوه و منم نتونم دستوری بدم و بعد از بغل اون جزیره رد بشیم، من بتونم گوش بدم ولی نتونیم به اون سمت بریم. یعنی یه چیز جالبیه که آدم بدونه بعضی موضوعات هست که اینها ناخودآگاه خود آدم رو منحرف میکنه و باید بهش فکر کنه که من چجور دست و پای خودم رو توی اون قضیه بتونم ببندم، خودم رو محدود بکنم. حالا تو ازدواج نمیدونم چجوری این اتفاق ممکنه بیفته، ولی یه همچین چیزی تو عشق رخ میده دیگه. تو میبینی عاشق میشی، باید بتونی عشق رو داشته باشی ولی محدودیت هم در عینش داشته باشی. شما میگه ازدواج زمانی است زن و شوهر با هم طرف ازدواج هم کرده و میبینی مردی که ازدواج کرده. من یه مراجعه داشتم، 2 نفر پیش من اومدن، دیدم یه خانومیه با یه آقا، گفتش که خانوم مدعی بود که من میخوام از همسرم طلاق بگیرم. بعد آقا هم میگم منم میخوام از همسرم میخوام طلاق بدم. هدفمونی که بعد از اینکه این کار انجام شد با هم ازدواج کنیم.
یعنی اینا که چی بشه؟ که من همینو میخوام بهت بگم، میگه این صدای هست، این صدای همینجا بود که کور کرده بود. این مثلا 2 تا بچه داشت و به حساب قربون صدقه‌ای که این خانم بهش میرفت، قربون صدقه‌ای که اون آقا بهش میرفت، تو اون فازی که اومده بودن، تو اون لحظه فکر کرده بودن و تو اون حالت واقعیت هم قرار نگرفته بودن، 2 تا زندگی رو داشتن از بین می‌بردن که نمیفهمم که چی بشه. یعنی ما منم متوجه نشدم. نفهمیدم. ببین یه زنش اومده بود که میگفت من میخوام همسرمو طلاق بدم. خب یه خانم دیگه هم کنارشون بود، با هم اومده بودن. یعنی زنش نبود؟ نه زنش نبود. ایشون هم میگه آقا منم میخوام از همسرم طلاق بگیرم که با هم ازدواج. هدف اینه که بعد از اینکه این 2 کار رو انجام دادیم با هم ازدواج کنیم. که من صحبت فیلم ترکی دیگه. آره من صحبت همین صدا رو داری میکنه، میگم این همون صدا است. این صدا است، این اون اقوا است، داره اقوا میکنه. این میگه من قربونت برم، هی قربون صدقه هم میرفتن. من دیدم 2 دفتر ما که نشستن، اینا خیلی عاشق و معشوق هم. این همون واقعیت ذهنی است دیگه. یعنی هنوز به اون واقعیت عینی نرسیدم. بابا اصل قضیه چیز دیگه است. من تو تنها چیزی که تونستم بگم، گفتم من این رابطه خوبی که بینتون دارم میبینم و این حسی که از اون موقع دارید با هم تلپاتی میکنید و هر کدومتون تو خونه خودتون پیاده کنید، درست میشه. با همسر خودتون این رابطه رو داشته باشید، فکر میکنم قشنگتر باشه و مستدامتر باشه. شما رو خونه خرابه همدیگه میخواید چیکار کنید؟ یه خونه جدید درست کنید که قابلیت درست کردن نداره. این همون صداییه که داری میگی فریبنده است. بعد دست و پاشو بگیری ببندی. کی باید بگیره اینو؟ این خودش عقلش. اگر من تلنگرشو زدم، شاید ناراحت از دفتر من رفت بیرون، شاید از منم ناخوشایند رفت بیرون. حالا یا گوش میکنه یا گوش اصلا نمیکنه. من شاید اومدم یه کارم قبول، 2 تا کاری که اومده بود و قبولم نکردم به واسطه میفرستادی حداقل این طرف دفتر مشاوره. اتفاقا راهنماییشون کردم. احتمال راهنمایی بودم قبل از اینکه چیزی 5 جلسه 10 جلسه پیش مشاور هر کدومتون برید. نه معمولا اینجور آدما قبول نمیکنن. یه چیزی تو پزشکی این هستش. مثلا گاهی اوقات یه شخصی من دیدم، چون پدر خودم پزشک بود، دیدم طرف یه بیماری داره که این بیماری روانی ذهنیه ولی این نمود بیرونی پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کن از چهره خودش خوشش نمیاد، 5 بارم عمل میکنه. من یادمه یکی از این کیسو من مطب بودم، چون بابا جراح پلاستیکم بود دیگه، اومد و عمل دوم می‌خواست انجام بده. گفت دیگه این کار من نیست، شما باید برید دفتری مشاور. اون که اون بهش خیلی برخورده. نه اتفاقا ببین شاید اون موقع بر بخوره، ولی این میره پیش جراح دیگه، یه جراح دوباره جراحی میکنه، بعداً انگشت تامو میبره رو جراح، میگه آقا شما من خوب نکردین. این چون واقعیت خودش رو قبول نداره. اون میخواد از خودش یه عروسکی بسازه، تو اون عروسکه منسجم شده تصویرش تو ذهنش که هر کاریش میگه شبیه اون نمیشه. نه و هر کس هم که نمیتونه این عروسک رو درست کنه اون مشکل داره. من مشکل ندارم که به خاطر این بهترین حرفی که میشده، گزیده ترین حرفی که بزنه اینه. تو بحث‌های حقوقی هم این موضوع هست. یعنی خیلی وقتا طرف باید بره پیش مشاور اصلا بحثش. میدونی که متوجه میشم. ما خیلی چیزا رو میگیم، خیلی از این موارد که میاد من از وجود دفترم میره میگم آقا امروز ناراحت شد، ولی گذر زمان این حرف منو به ایشون ثابت میکنه. گذر زمان نشون میده که این خانم اگر طلاق بگیرن بیان کنار هم، اینا شخصیتاشون عوض نمیشه که این به این بدبینه اون به این بدبینه. بعد با اون خلق و خویی که دارن تازه خلق و خوی اصلی خودشون رو نسبت به هم نشون میدن و اون موقع میگن آقا خدا پدرمون رو بیامرز. اون رو داشته حرف قشنگی ما گفت برید پیش مشاور، جای اینکه بخواید زندگیتون رو بپاشونید برید پیش مشاور صحبت کنید و به یه نتیجه برسید. حالا میگم نیاز به گذر زمان داره خیلی نتیجه برسید. یه سوال، چند تا سوال البته من دارم این طرف. یکی این که راجع به مهریه صحبت کردیم، این به نظرم بحث خوبی شد. یه چیزهای دیگه‌ای در خانواده هستش که حق و حقوق‌هایی هستش که اونام راجع بهش صحبت میشه. یکیش بحث حق طلاق یا وکالت در طلاقه که درست‌ترش اینه. اونو چجوری می‌بینین توی ازدواج؟ این رو خانم‌ها بگیرن یا نگیرن؟ خب ببینید اینا باید همه توافقی باشه دیگه. اولا این سلیقه‌ایه.
بعد باید توافقی باشه. شناختی که نسبت به همسرت داری، همه اینا بستگی داره که شما چه عوض میشه بعد از 5 سال اون آدم سابق. نه دیگه، شما شناخت درست اگه داشته باشی اون همه من معیارها خودم به 5 سال خودم برمیگردم، خودم رو نگاه میکنم وحشت میکنم، جدی میگم. خب بعضی میترسم که 5 سال آینده چی بشم، میدونید؟ یعنی میخوام بگم که یعنی شما میگی روند بهتری رو پیش گرفتین. من پیش خودم فکر کردم، میگم الان که حالم خوبه، اون چیزایی که فکر میکنم منطق ازدواج هست، اون حقوق رو در اختیار زنم بذارم. اگه حالم بد باشه، من همین آدمی که خودم هم دیگه، حالا اون منو شناخت، همین آدم توی دعوا از هیچ کدوم از اونا نمیگذره و وای میسه تا آخرش و خیلی هم دیدیم. یعنی ما به پاش که بیفته، اولین مسئله که پیش بیاد، طرف نه طلاق میده نه اجازه خروج از کشور میده. خب این همون پشتوانه هست دیگه، که اون مهریه بشه یه پشتوانه. نه شناخت شما میگین. نه میگم ببین، یه زنی میگید تو، شما میگید سلیقه است. خب من حالا این آدمو 5 سال شناختم، مشاورم بردم، خیلی آدم خوب، بسیار آدمای خیلی منطقی و خوب دیدیم. شهردار تهران نبود یه دفعه زد با اسلحه زنشو کشت. خب تو گذر زمان عوض شدن. حالا من میتونم این رو یک اصل در نظر بگیرم که آقا این حقیه که میتونم بگیرم، حالا میتونم استفاده کنم، میتونم نکنم. خب یا اینکه بسپرمش سر شناخت به اون در واقع طرف مقابل. خب وقتی میتونم الان بگیرمش، خب شما اگه در اون حد عوض شید و خب بالاخره رفتار نامناسبی داشته باشین، قانون مسلما دخالت میکنه دیگه. حالا مهندس، من یه چیز دیگه متقابلش میگم. قانونش که من متقابلش میگم. اومد و خانم حق طلاق از مرد گرفت. خب بعد اومد صبحم بلد رفت، یه 6 ماه گذشت، بعد 6 ماه اومد طلاق از مرد با به استناد حق طلاقش گرفت. خب مهریه هم کامل میخوام. مهریه نداشته باشه چی؟ نه مهریه اگر شما حق طلاق میگیری منطقی نیست مهریه هم بندازه. این که مسلمه. این یه توافقه که معمولا همین کارو من یه توافق قشنگ‌تر که نمیشه، هم خدا رو میخواد هم خرما نمیشه. من یه توافق قشنگ‌تر شاید بگم آقا مثلا میتونن زن و شوهر توافق کنن خانم وکالت در طلاق داشته باشه از مرد، در صورتی که بیاد این مقدار از مهریه‌اش رو ببخشه، صلح کنه یا گذشت کنه، میتونه این حق رو اعمال کنه، حق طلاق که نه خب اون در صورتی که مهریه وجود داشته. حل‌های حقوقیه دیگه. ولی من میگم اگر مهریه‌ای نمیگذاره زن، این حق رو داره که حق طلاق هم قید و شرط دقیقاً الان اینجوری شده بین جوونا که یا حق مسکن و حق طلاق رو میگیرن یا مهریه میندازن. خیلی اینجوری پیش میاد. آره. ولی دوتاش جمعش با هم منطقی نیست. درسته. بله. ما بحث مهریه هم این که طبق عقد مهریه کامل اصلا نندازی و مهریه نباشه تو عقد دائم میشه این کارو کرد. ولی بعداً آره مهرول نه یه چیزی میذارن دیگه. آره یه عدد کمی، من میگم عدد کمی بذارن چالش بعدیو نداشته باشه، چون وقتی نگذاشت اون چالشو داره. این نیست که زن بهش مهریه تعلق نمیده. نه حالا جالب اینجاست بعضی از آقایون همون مهریه رو حالا هر مبلغی باشه اندل استطاعه میکنن. اینجا خیلی ببین الان ما یه بحثی داریم خانم آشنایی، الان بحث قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همون اندل استطاعه است. یعنی تو میگه آقا آره استطاعتته، میگه آقا شما نداری بدی، هیچ مالی هم نداری، چون زندانا پره. آره میگه شما وقتی میگه بیا آقا سالی یه سکه بده، بعد مثلا پیش پرداخت 2 تا سکه بده یا یه سکه بده، که شاید اونم بر خیلی از آقایون که وضعیت مالی خوبی ندارن و توان مالی نداره اونم سنگین باشه. ولی اون عیاری که تعیین میکنه با توجه به وضعیت در تمکن مرد داره تعیین میکنه، همونش استطاعتش و در قبال استطاعتش داره تعیین میکنه. این کلمه زندانو که گفتیم معذرت میخوام، من یه مقاله‌ای میخوندم خیلی جالب بود برام، میگفتن که تا مثلا اینکه 2 سال گذشته حدود شاید بیشتر، شاید تا 3-4 سال گذشته حدود 7-8 هزار نفر به خاطر مهریه تو زندان ها بودن، ولی الان امسال این آمارو که گرفتن 2500 نفر فقط بودن. کم شد. خیلی کم شده. قسمت‌بندیش کردن. حالا قانونایی گذاشتن که بالاخره قانون کمک کرده. قانون کمک کرده. و یه جایی هم می‌بینی که
اون آقا انقدر سفتم میشه، من هست این موقع هم هست بحث تمکنه میگه نمیخواد که بده، سر لج و لجبازی نمیخواد، چون نمیخواد بده داره میره زندان. بله. نه اگر بحث تمکنش و تقسیطش باشه و از حقوق قانونیش بتونه استفاده کنه تو فرجه قانونیش، چون فرجه داره، اون تو اون فرجه بتونه این کارا رو انجام بده، پاش به زندان باز نمیشه. بله. یه سوال دیگه، اون بحث شناخت رو خانواده صحبت کردین که باید خانواده طرف مقابل رو دید تا شما از روابط بین خانواده خیلی وقتا میشه فهمید که این خانواده چالشی بوده، خانواده سالمی بوده یا نبوده. ما توی قراردادهایی که خودمون دوتا شراکت شکل میگیره، معمولا مشارکت‌ها، به طرفین میگیم گاهی اوقات طرف رو بی خود و بی جهت عصبانیش کن. دقیقاً. ببین عصبانیتش چه شکلی. یکی از ترفندای روانشناساست. آره. ببین از کوره در میره، هرچی بد و بیراهه بهت میگه، یا اینکه نه خیلی منطقی میگه خب این حرف شما اشتباهه، من قبول ندارم. چون این دوتا با در واقع رویکرد متفاوته و این موضوعی که زیر اون یه سقفه خیلی رخ میده، زیر اون تو اون شراکته که حالا زندگی مشترک باشه هم خیلی رخ میده که تو طرف مقابل رو شاید حتی بی دلیل عصبانیش میکنی. ببین عصبانیتش چجوریه. یکی از همون ترفندای مشاورات. بله. که حتی دیگه چه کارایی میشه کرد؟ ببینیم مثلا سر یه سری مسائل تردید داره خانوم، مثلا میگه من احساس میکنم که مثلا همسرم خوب خرج نمیکنه، تو دوران نامزدی به این نتیجه رسیدم که خوب خرج نمیکنه و من نمیتونم ادامه بدم. یکی از سروندها اینه که باهاش به بهترین مثلا رستوران برن و بهترین غذای اون منو رو انتخاب کنن، ببینن عکس‌العمل همسرش چیه. خب وقتی تو دوران نامزدی کاملا بیا بشین اینجا گوش بده، گوش در شروع ازدواج اینجا یا اینکه مثلا من یه شوهرعمه داشتم خدا رحمتشون کنه، ایشون وقتی من با همسرم آشنا شدم اولین چیزی که به من گفتش که این 2 بار ببرش تو ترافیک، جایی مسیرایی که میدونی آفرین گفتش تو مسیرایی که میدونی ترافیکای سنگین هست 2-3 سری مسیرها رو ببریم و یه آدرسایی رو بهشون مثلا بگیم میخوام برم فلان کافه، یه آدرس غلط بدین، این بذارین که خوشبختانه ایشون اصلا خیلی خوشحال میشو. حالا ترافیک بیشتر تایم دوران نامزدی ما تو ترافیک بود. من حالا گفتن 1-2 مورد، من کلا دوران نامزدی تو ترافیک میگذروندم، ولی خوشبختانه نه. ولی چقدر چیز قشنگی گفت، چون واقعا همینه. تو اون سختیاست چون آقایون واقعا این ترافیک‌ها رو نمیتونن تحمل کنن. حالا خانم‌ها معمولا یه موزیکی گوش میدن، حالا یه فانتزیایی دارن تو ذهنشون میگذرن برای آینده، ولی آقایون نمیتونن اون بار ترافیکی رو تحمل کنن. دیگه چیکار میکنن مشاورا که حالا اینا رو آدمای عادی هم میتونن یعنی آگاه باشن. خب میگم دیگه طرفو عصبانیش کن، خانواده‌شو ببین، برو روابط بین خانواده رو نگاه کن. ببینیم بزرگترین کمکی که میشه به زوجین کرد گرفتن یه سری از تستا هست که اینو خودشون نمیتونن انجام بدن. نه یه سری تستا، چرا تستا حتی تو اینترنت هم هست و یه سری تستا تخصصی هست. یه تستی هست به نام تست MMPI که خیلی تخصصیه، حدود 560 تا سواله که شما هر کاری کنی، هر ترفندی رو پیش رو قرار بدی که یه چیزی رو به نفع خودت تیک بزنی، باز معلومه. بله این سوالا به قدری از اونا میفهمن که داری به قدری این سوالا تکراری ولی به نحوه‌های گوناگون مطرح شده که شما نه تنها یه مشکل و چالش رو متوجه میشی، دچار یه شخص اگر دچار یه اختلالی باشه، مثلا اختلال وسواس، اختلال پارانوید، اختلال دوگانگی، دو قطبی، حتی اینا رو مشاور متوجه میشه و میگه، مطرح میکنه. حالا اول به آقا نه به خانم، یا بالعکس اول به آقا، بعد که به نظر من اگر دچار اختلال بشه ما خودمون ارجاع میدیم، یعنی کار ما دیگه نیست، باید پیش روانشناس برن و حالا تو سطح بالاتری درمان بشن، چون اینا واقعا نیاز به درمان دارن. مثلا بعضی از اختلالا، یه سری اختلالای وسواس و اضطراب و اینا رو میشه با بعضی از ترفندها درمان کرد، کمش کرد، ولی بعضی از اختلالا مثل اختلال پارانوید که همون بدبینی هست حتما باید پیش روانشناس برن، مراجعه کنن، ارجاعشون میدیم و حتی خود روانشناس بعد از 10 جلسه نمیتونه اینا رو درمان کنه، باید اینا پیش روانپزشک برن تا دارو مصرف کنن.
آره واقعا اون کسی که به این شرایط رو داشته باشه مناسب برای ازدواج به هیچ وجه نیست. خب پس اینجا سوالی که بهش میرسیم اینه که مشاور خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ چون رسیدیم به یه نقطه‌ای که خیلی چیزا رو طرفین نمیتونن تشخیص بدن، باید مشاوره بگیرن. حالا اون مشاور خوبه چه ویژگی‌هایی داره؟ چون ببخشید من اینو میگم ولی تو حقوق که اینو داریم، وکیل و مشاور حقوقی بعد متاسفانه غیر متخصص بدون تجربه اینو نداره، طرف 2 بار تا حالا دادگاه نرفته یا تو اون زمینه خاص اصلا تا حالا تحقیق و تجربه نداشته، مثلا همش تا حالا کار خانواده میکرده، حالا اومده کار حقوق ثبت کرده یا مثلا چه اینا اصلا واقعا تخصصی شده. تو این زمینه چجوری باید بفهمیم ببینید یه مشاور خوب باید مهارت‌های لازم رو به دو طرف بده. گفتم اول که کلا ترفند مشاوره اینه که دو طرف رو جداگونه میخوان. خب نه ما چجوری بفهمیم که این آدم الان خوبه یا نه؟ اینکه بعد از اینکه رفتیم پیشش یعنی میفهمیم. تو شما اینجوری داری میگی تشخیصش بله تشخیصش خیلی راحته. اینکه ما باید بالاخره به یه جوابی برسیم دیگه، به یه جواب، به یه راه حل مثبتی برسیم. میگید مثل میمونه که شما 2 تا پزشک رو میری بعد تشخیص میدی که با توجه به نظرات و چیزایی که دیدم این یکی مثل همین که پیش از ازدواج یه زن و شوهری که اگه میخوان از روحیات و از لحاظ روانی آسیب‌های روانی که بهشون وارد شده، خیلی‌ها مشکلات روحی روانی دارن و اینا، اگه خوگاهی اوقات طرف خبر داره میدونه مثلا شوهرش یه وسواس کوچیک داره، اینو مشاور اگر تشخیص نده حتی اشاره بهش نکنه، خب طرف متوجه میشه که اصلا این مشاور مهارت نداره که وقتی یه وسواس کوچیک رو متوجه نشد تو همسر من پس مهارت لازم نداره و کات میشه و دیگه ادامه پیدا نمیکنه این جلسات. اثرات درمان هم میبینن دیگه، اثرات نتیجه های مثبتی باید بگیرن. یعنی شما الان ببخشید این جلسه داری بلند میشی میری بیرون میفهمی که آقا تو این جلسه چیزی دستگیرت شده یا نه یه سری حرفای عامیانه بهت زده شده، درد و دل شده، به جای اینکه بخواد نسبت به موضوع تخصصی و بررسی بشه درد و دل بوده. گاهی آقا طرفین یه تعارضی دارن، مشاور باید آموزش اصولی حل تعارض بهشون بده. اگر اونو نتونه بده واقعا براشون این نتیجه مثبتی نداره و نمیتونن باهاش ادامه بدن. این آموزش ها ببین پیشگیری همیشه بهتر از درمان دیگه. شما میگید یه مثلا زن یا یه مرد در واقع سالم در خانواده سالم رشد کرده. خانواده سالم اونیه که پدر مادر روابط و زندگی سالمی داشتن. الان من پدر مادرم میخوام یه زندگی سالم رو بسازم ولی نمیدونم این چیه. چرا؟ چون الگوی من هم پدر مادری بودن که اصلا معلوم نیست دیگه، هر چی بلد بودن انجام دادن، ما هم یاد گرفتیم. پس منی که الان حالا تو هر شرایطی هستم باید بفهمم که زندگی سالم یعنی چی. این آمل شموله، یعنی مثل اکسیژن میمونه برای آدم، یعنی من و شما نداره. من باید یاد بگیرم، شما باید، همه جامعه باید این رو یاد بگیرن، فرهنگ‌سازی بشه. آره ولی متاسفانه من خیلی کم میبینم مشاورینی یا کسانی که تو این زمینه فعالن. ممکنه من الان مشکلی در خانوادم با همسرم ندارم ولی من 4 روز دیگه بازنشست میشم، من 4 روز دیگه اخراج میشم، من بچه دار میشم، من 1001 چیز برام پیش میاد. الانی که سالمم بهتره که راجع به این موضوعات بیشتر بدونم. اون مرجعش کجاست؟ یعنی کسی یا مجموعه جایی به یه روشی. بعضی از روانشناسا هستن گاهی اوقات حالا یه جلسات و کلاسایی میذارن، من دیدم، ولی خیلی کمه. این فکر میکنم حداقل تو ایران خیلی کمه به نسبتی که من میبینم خارج از کشور این روانشناسا چقدر جلساتی رو میذارن برای آدمای سالم، برای آدمایی که نرمالن، حالا هنوز مشکلی ندارن. چقدر خوب میشه که یه افرادی بیان و بتونن اینا رو آموزش بدن. متاسفانه ما فکر می‌کنیم وقتی به یه مشکل یا چالشی بر بخوریم باید پیش مشاور بریم. دقیقاً مثل اینکه الان اکثرا کشورهای غربی اولین کاری که میکنن برای خودشون یه وکیل میگیرن برای همه کارهاشون، ولی ما متاسفانه اون مشکل رو که میخوریم چکمون که برگشت میخوره به یه وکیل مراجعه میکنیم. یعنی به نظر خود من هر انسانی باید یه تراپیست داشته باشه برای خودش که ازش جاهایی که به مشکلات حتی ریزی برخورد میکنه پیشگیری کنه، راهنمایی بگیره ازشون. حتما یه کسی که مشکل روحی روانی داره نباید پیش مشاور یا روانشناس
نمیتونست بره. یه اتفاقا یک انسان سالم میتونیم تشخیص بدیم سالم بودنش و شخصیتش رو که خواسته خودش رو یا بهتر کنه یا خواسته از جامعهش، از رابطه‌ای که بین خودش و رابطه‌ای که با دیگران داره و روابط اجتماعیش نمیخواد آسیب ببینه، پیش یه مشاور میره که مبادا عقب بمونه یا بخواد آسیب ببینه. مثالی که من خودم میزنم میگم کسی که سالمه میره باشگاه، درسته. کسی که پاش شکسته میره پیش پزشک. بله. آره وقتی شما سالمی باید بری تقویت کنی خودتو که اصلا دوچار بیماری ها و مسائل، با توجه به شرایطی که ما الان هم توی کشور و جامعهمون داریم، اخبار منفی، آدم‌های منفی، حوادث، اینها، من فکر می‌کنم کسی نباشه که به صورت روزمره نیاز به مشاوره نداشته باشه. یعنی واقعا باید این کار هر کسی واسه خودش یک برنامه‌ریزی توی این حوزه داشته باشه. بسیار عالی. من دیگه سوالی ندارم، سوالاتم جواب داده شد. شما اگر نکته‌ای دارین خیلی حالا مختصر و مفید میتونیم بگیم. نظر من جلسه خیلی خوبی بود، جلسه کاملی بود و ایشالله که شنوندگانم براشون خوب باشه و مفید باشه. منم سوالی مرسی از شما. من فقط خواستم بگم بیشتر مخاطبم زن و شوهرها هستن، یه خورده سطح تاب‌آوری و سخت‌روییشون رو بالا ببرن، چون واقعا الان جامعه ما جامعه سختی شده، یه خورده زندگی کردن سخت شده. حالا مخاطبان خورده نگیرن که مخاطب من خانوم باشه، یه خود آقایون توی چالش‌های بدی دارن قرار میگیرن، از لحاظ اقتصادی مخصوصا یه خورده سخت شده گذران کردن زندگی. این تاب‌آوریه رو، سخت‌روییه رو، یه به رابطه شناختی هیجانیشون یه نظمی بدن، یه ارتباطی بین این سه تا گزینه اگر برقرار کنن، یعنی رابطه بین تاب‌آوری، سخت‌رویی و این نظم‌جویی شناختی هیجانیشون اگر بدن، پیچیده شده مثلا بحثا مثلا که شما میگید سخت چیز تاب‌آوری، سخت-آوری. سخت-آوری یعنی چی؟ سخت‌رویی، معذرت می‌خوام، تاب‌آوری، سخت‌رویی و نظم‌جویی شناختی هیجان. خب این معنیش تاب‌آوری که تاب‌آوریه، سخت‌رویی هم همونه. یعنی دقیقاً. یعنی با سختی‌ها رو تحمل کنیم. مثل آفرین. مثل این میمونه که اصلا یه خود مقاومت بدنیمون و جسمیمون و روحیمون رو بالا ببریم. دقیقاً. نظم‌جویی شناختی هیجان خب باید خودمون کار کنیم، باید درک و فهممون رو بالا ببریم واقعا، چون الان تو شرایطی هستیم که اگر اینا نباشه برای دو طرف یه خورده سخت میشه زندگی. یه چیز نکته مهم و جالبیه به نظرم این که گفتین. من نگاه میکنم به دهه 60 که اون موقع که بعد از انقلاب و جنگ و این چیزا داشتیم، خانواده‌ها خوشحال‌تر بودن حتی تو جنگ. ولی الان خیلی زوجین خیلی زود به هم میریزن، در حالی که حالا اون شرایط رو نداریم، حداقل جنگی تاب‌آوریه اومده پایین دیگه، تورم هست، حالا شرایط اقتصادی ولی به قول شما تاب‌آوریه به نظرم اومده پایین. دلخوشی‌های کوچیکی که اون موقع داشتیم، سطح توقع خیلی رفته بالا. سطح توقع بکنم یه بحث رویایی شده، همه تو اینستاگرام می‌بینن رفته نمیدونم اون جزیره اون کشور رفته، من باید مثلا اون جزیره یکی از رویاهاش میشه که باید باشه و اگر نباشه به هم میریزه. حالا که واقعا میری نگاه می‌کنی اون طرفی که اون سفر رو داشته، واقعا شاید تو اون سفر اصلا بهش خوش نگذشته، تو نشستی با خانومت یه دونه آب دوغ خوردی، از اون بیشتر خوش گذشت. دقیقاً اون مثال سیب گاز زده هست دیگه، سیبو که گاز میزنن و طرف سالمش رو جلو دوربین میزنن، یعنی اون زندگی کاملش رو ما داریم میبینیم به ظاهر کامل، اون طرف ناقصش دیده نمیشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. خسته نباشین. شما هم خسته نباشین. ممنونم.